حالتون چطوره؟ خوشگلای من بهتر بریم خونه رو ببینید. اینجا تختمه. خب اینجا تختمه. اینجا یه شاخاب دارم با یه چیزای دیگه. اینجا آشپزخونه است و اینجا هم قشنگ میتونی به استخر راه پیدا کنی. و اینجا سالونمه. اتاق اینجا هم لباسم رو عوض میکنم. بعد این طبقه بالا پرده داره. اینجا هم نمایشگاه خوشگلیه. اینجا هم اینجاست. حالا بیا عکسامو نگاه بهتون نشون بدم. بذار عکس بگیرم. خب نگاه کنید. چکیده. خب حالا اینجا اتاق نشیمنه. فقط میشینی. اینجا اتاق موسیقیه. من میشینم موسیقی انجام میدم. راک لا. اینجا گیتارم دارم. بعد بقیه نگاه میکنن یاد میگیرن. حالا اینکه هیچی. بعد نمایشگاه، یعنی نمایشگاه که نه، اونجا که هست ماشینتو میذاری اونجا همون جوریه، هیچ تغییر نکرده. حالا این خونه اولیه بود. خونه بودی، خونه چوبی. نکن ویوش خدایی، نکن خوشگله. اینجا اتاق اینجوری پشتیه. اینو باز میکن. اینجا استخر درست کردم. خوشگل شده. خیلی خوشگل شده. بعد اینجا یه اتاق نشیمن که میشینی و با تبلت فیلم نگاه میکنی. اینجا پرده گذاشتم. اینجا اتاق خوابمه و اینجا هم بالکنم بغل اتاقی که قشنگ بری عشق و صفاتو بکن. اینجا هم همون دستشوییناست. بعد براش در بگیرم. یه در بگیرم خوبه. بذار یه در آبی بگیرم زود. یه در آبی. خب برم خونه بودی. بود یعنی چوب. خونه چوبی. خونه چوبی. چوبی. خب ذخیره. بازی ذخیره. خب بچه ها، حالا این خونه بعدی رو حالا میخوام بهتون نشون بدم. ببین این خونه رو من خریدم. خب این خونه رو خریدم. آره خریدم. خیلی باحاله. بذار زمستونش کنم. زمستون نیست. خب بچه ها